صدها مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشته اند. بر اساس خبرنامه امروز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، در هفته جاری روان 123 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگردانیده شده اند. در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت کنندگان در قندهار آمده است که این افراد از 1 روز تا 2 ماه در بند بوده اند و پس از دریافت کمک ها از سوی این ریاست به مناطقشان منتقل شده اند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در تازه ترین گزارشش که 2 روز پیش منتشر کرد گفت که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پلیس پاکستان افزایش یافته است. عفو بین الملل در 10 جدی در یک نامه سرگشاده از شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان خواست تا اخراج مهاجران افغان متوقف شود. عفو بین الملل در این نامه نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشت غیر قانونی، آزار و اذیت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان ابراز کرده است.